سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 29 ایون همراهی شما. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت با سپردن یک یادداشت به سفارت روسیه در دوشنبه از نشر مقاله جنجالی درباره تاجیکان در نشریه روسی аргументы فکتی اعتراض کرده است. عبدالفیض عطایی سردار دپارتمنت اطلاعات و مطبوعات وزارت روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت این مقاله ظاهراً با سفارش گروه‌های در روسیه انشا شده است که می‌خواهند مناسبت دوستانه مسکو و دوشنبه به مشکلی گرفتار شود. در روسیه آنهایی که فکر می‌کنم عقل داشته باشند با همین گونه مقاله‌ها طرفداری کنند. امروز در منطقه تاجیکستان یکی از شریکان خیلی قوی و مستقیم استراتژی فدراسیون روسیه هست بود و میماند و در همین رابطه ما با هر یک خبرهای غرضناک نباید داده شویم. چند روز پیشتر از این در وبسایت аргументы فکتی با نام کشور گاستربایترها مقاله نشر شد که مؤلف در آن تاجیکان را قاچاقبر و جنایتکار نامیده و از حکومت روسیه خواسته است بین دو کشور ویزا و یا ربادید جاری کنند. بعد انتقاد زیاد کاربران تاجیک از این مقاله و مراجعت وزارت امور خارجه به هیئت تحریریه аргументы فکتی، این مقاله از صحیفه روزنامه برداشته شد. یک جوان 35 ساله تاجیک در شهر پاریس فرانسه ҳалок شده است و اهل خانواده‌اش میگویند ممکن است او از دست غارتگران به هلاکت رسیده باشد. سهراب قاسموف کارمند محلی سفارت امریکا در تاجیکستان و برادر ریپسرای معروف بخا 84 هفته گذشته روز 24 ایون در یک کوچه پاریس افتاده و هلاک شده است و طبیبان فرانسوی بعد تشخیص سبب مرگ او را سکته قلب گفتند، اما همسرش میگوید به این خلاصه طبی باور ندارد. این خیلی که احتیاط میکرد که ما یکون آدم نمیدونیم که خیلی احتیاط کنم. دارو نمیخورد ولیان که حیاتش در خوردگی نیست. نه سیگارت میکشید نه عرق میخورد. چقدر دلش 100% بود. یکون جواب نداشت. 6 سال کسی زندگی میکنه یکون بار من ادامش نشنیدم که دلم درک کرده. با گفته خانمش در بینی و پشت سهراب قاسموف آثار زخم دیده میشد و همان روز 5000 یوروی شوهرش هم گم شده است. سهراب برای شرکت در دوره آموزشی به فرانسه رفته و همسر و فرزندش را نیز با خود برده است. جسد او را هنوز به دوشنبه نفرستادند. بنابر گزارش‌ها وزارت امور داخلی تاجیکستان علیه یک شهروند ایران با اتهام دزدی معاش کارمندان یک شرکت ساختمانی پرونده جنایی باز کرده است. با گفته مقامات انتظامی این شهروند ایران 10,000 سامانی معاش کارمندان یک شرکت را دزدیده است که مشغول بنیاد مسجد بزرگ در دوشنبه بودند. عین زمان معلوم نیست این شهروند ایران به کجا رفته است. مسجد موسوم به قطر که در نزدیکی مرکزی پایتخت ساخته می شود بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی خواهد بود. رهبران بیمارستان ولایتی ختلان میگویند این شفاخانه را با دستگاه‌های معاصر تشخیص مجهز کردند که امکان می‌دهد معالجه بیماران در خود ولایت زود و سریع وقت انجام یابد. در شفاخانه به نام بوری واحدوف روز 29 ایون به رادیو آزادی گفتند چند پیش برای درمانگاه به مبلغ تقریباً 1.5 میلیون سامانی دستگاه‌های نوی تشخیص خریدند. از این پیش بیماران ولایت ختلان مجبور بودند برای تشخیص بیماری‌های وزنین‌تر صدها کیلومتر را طی کنند و به پایتخت به شهر دوشنبه بروند. اما حالا با گفته طبیبان ولایت شرایط فراهم شد که بیماران را در خود مرکز ولایت زود تشخیص کنند و معالجه نمایند. در شهر دوشنبه نخستین کتاب درباره فولکلور و ادبیات روشان را معرفی کردند که در آن کتاب شعر و قصه های مردم روشان یک ناحیه دوردست بدخشان جمع آوری شده است. مؤلف کتاب درگیلمودک لطفی شاه قیمتچوف فولکلورشناس تاجیک است که برای تهیه کتاب سراسر ناحیه را گشته است و از زبان مردم نمونه های ادبیات شفاهی بیشتر از 100 ساله را گرد آورده است. درگیلمودک نمونه فولکلور و ادبیات زبان روشانی است. درگیلمودک یک ژانر ادبی موسیقی سنتی مردم بدخشان است که 100 سالها باز بیانگر راز و نیاز و در ارمان مردم است و معنای لغوی درگیلمودک یعنی در زبان فارسی تاجیکی دلگیر شدن مادر است در موردی که فرزندش در جدایی در غریبی است
همین ژانر ادبی موسیقی در درگیلمودک مورد حسرت و جداهای سراییده میشود با لحن غم‌انگیز از جانب زنان. زبان روشانی یکی از زبان‌های بی‌خطی بدخشانی است و تا سال‌های 20 عصر گذشته یکی از زبان‌های سرایستعمالی منطقه به حساب می‌رفت. نشر کتاب درگیلمودک را برای حفظ تاریخ و فرهنگ مردم روشان مهم می‌شمارند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.